عزیز سلام. امید است که روز را تا دیدن با خوبی و خوشی سپری کرده باشیم. ما امروز در کنار خود یک تیم بسیار موفق، یک جمع بسیار خوب و خانم‌های بسیار موفق با خود داریم. ما بسیار علاقه داریم که از اینا بشنویم که چطور کاروبار خود را آغاز کردن، چگونه در مدیریت کار موفق بودن و چه طور پیشرفت کردن. پیام از اینا بر خانم‌ها و بر جوانان چیست؟ خانم‌های عزیز، همگیتان به برنامه امروز خوش آمدید میگم. زنده باشید. چه خوب است که ابتدا از خانم حسینی بشنویم که چگونه توانستن یک کارآفرین موفق باشند. سلام، وقت شما بخیر. همیرا حسینی هستم، مسئول کارگاه پوشاک اری و همچنان مدیریت تمام کارگاه به دوش من می باشه. و از آغاز براتون بگویم که ما چندین سال است که از تجربه کاری ما، ولی در حدود 7-8 سال میشه که ما رسمی کار میکنیم. در این کارگاه ما تقریبا خانم های زیاد می باشه که حضوری و غیر حضوری می باشه، که بعضشون که در بخش موردوزا و چیزا میشه که اونا کار در داخل خانه خود میبرن و 12 شاگرد اینجا می باشه که تمامش درس اینجا ما خود ما تدریس دادیم، درس خواندن و با مو سیستم درس خوانی ما عادت دارن و با مو سیستم کارخانه شروع کردن. هر خانم کوشش میکنه که در عرصه زندگی خود پیشرفت کنه، همیشه موفق باشه و به فامیل یک کمک بزرگ می باشه، چون که به دست خود آدم کار میکنه و پیشرفت ترقی می داشته باشه. 1 سال من درس خواندم و 1 سال دیگه میشه که اینجا کارآموز هستم، کار میکنم، چون که خودم علاقه‌مند بودم به خیاطی، بسیار زیاد خوش داشتم به خیاطی را و میخواستم سر پای خود استاد شوم و همیشه با می امید هستم که همیشه یک ترقی کرده بریم و پیشرفت کرده بریم. آقای حیدری کراش تاسو ته په دې اړه درنه پوښتنه وکړو چې تاسو راتلونکي موخې څه دي؟ د راتلونکي لپاره څه اهداف لرئ؟ میخوایم که در آینده مثل استاد ماوری امتا یک برند داشته باشیم. حالا به کمک استاد خود یک پیج جور کردیم، خود نو است دیگه زیاد پیشرفت نکرده دیگه. به کمک استاد خود میخوایم امور کم کم پیشرفت بدم و در آینده مثل استاد خودم یک کارگاه داشته باشم. من در پولی ازی که در تشبس هستم و کار میکنم اینا، من از طرف صبح کورس میرم و از طرف شب مطالعه دارم. بعضی کتاب ها هست که میخوانم، کتاب های انگیزشی و معلوماتی است و میخوایم از طریق کار پیشرفت کنم و از طریق کتاب ها میخوایم وقتی یک شخصیت بسیار خوب در آینده بسازم. 1 سال میشه که اینجا کار میکنم. اول در اول 4 ماه درسش خواندم و حالا پیش خانم حسینی کار میکنم و از خانم حسینی الگوی خوب است بر ما و در آینده میخوایم که مثل استاد باشیم. هر کس که در خانم ها یا دخترها در بخش علاقه دارن باید پیش از آموزش ببینن تا بیشتر پیشرفتشون زیاد شود و ترقی کنن و معلوماتشون زیاد شود. من به تمام خانم های پیشنهادم است که باید معلومات خود اضافه کنن و بتونن که یک کسی اگر توانش داره، یک هزینه انگفت کار داره، بتونن تمام خانم‌های دیگر دور هم جمع کنن، چی خیاطی باشه، چی سرچادر باشه، چی موردوزی باشه و یا ترشی سازی باشه، کلچه پزی هر چیز باشه، اما هر چیزی که میتونن از توانشون نبرایه، اما کار بر خانم‌ها یک کارآفرینی کنن و ایجاد کار برشون کنن، اشتغال زایی کنن. خانم‌های عزیز، ما شما را تیم بسیار خوب و موفق یافتیم. اما هر تیم موفق هم امکان داره بعضی تشنجات، بعضی منازعات در میانشون به وجود بیاید. چطور تانستین با این نوع حالات روبرو شین و ایره به شکل خوب مدیریت کنید؟ ما از این جریانی که کار میکنیم انشالله تا بالا خواهد بینشان کدام اختلافات وجود نداشته و نشدم. من خودم من حیث یک مدیر یک روز پیش برنامه ریزی دارم، برنامه خودم برابر میکنم و احیانا نگمی تو یک کار شد باز از دوش جداگانه راپور میگیرم که چی مشکلات در بینشان است، بس وقت درباره‌شان تصمیم میگیریم. وقتی که ما در یک محیط می باشیم با همسن سالای ما، با خانم‌های دیگه، دخترای دیگه کار میکنیم، اختلاف نظرات است یعنی وجود می داشته باشه که من یک چیز میگم اون دیگه چیز میگه، ولی ما باید اول خوب فکر کنیم که حق با کی است، زود تصمیم نگیریم. اگر کدام وقت در بین ما کدام دعوا شده باشه یا نزاع شده باشه، شخص سوم در میان بگذاریم که ما را ببینه که گناه از کدام طرف است، یعنی در وقتی که عصبانی هستیم تصمیم نگیریم. یک روز شد که بین ما و یک همکار ما یک مشکل پیش آمد. من میخواستم که لباس من نمیخواستم که بگیرم، استاد من گفتم من نمیخوایم ایره من بگیرم، میخوایم ایره بر از دوستم بدی. و از وقتی که بر از دوست خود پیشنهاد کردم، دوستم هم امرای من نظر نبود، نمیخواست که لباس بگیره. باز وقتی که من امرای استاد خودم مشوره کردم، امرای استاد خودم گپ زدم، باز استاد ما گفت چون که مو
یعنی به گفته خود استاد ما نمیتونه یعنی همون کار کرده خیره لطفا نمی شما کنید بر از اونا دیگر چیز میتون قیچی کنه بازنی بود که بین هم دیگر صلح کردیم تفاهم کردیم و بین هم جور آمدیم و استاد ما همکاری کرد کمک کرد اختلافاتی که بین ما دو نفر است از بین بره و خلاص شود. بله در محیط کاری اختلافات زیاد می باشه مشتری ها امر دوست با دوست یک چند روز پیش یک مشتری ما بود استاد ما نبود امروز آمد پیرن خود آورده بود گفت شما اندازه بگیرین بدوزین باز استادتون که آمد میگه پای مرا بگوین این من اندازه از این گرفتم و پیرن چه که دوخ یکمی به موقع پایش که گفته بود من مراز کنین و پلیتی شده بود باز خوب است استاد ما دیگه ماشاءالله زیاد حوصله دارن دیگه امروزشان جنگ نکرد گفت خیر است دیگه همین کار از پیش ما شده خیر است یک پیرن تنو بانید من می رقم برتن که پیدا میکنم باز سبایش بیاین هم تکیتانو بگیرید دیگه اندمی چی دیگه استاد ما از خود گذاری کرد نمان که میگه زیاد کلان شوه دیگه مهربانی هم استادم که دید خودم خانمم پیش خود خجالت زده شد که یعنی یک موضوع کلان نبود که بسیار جنجال کرد اگر نمیشه دمو پیرن شم دوباره ترمیم شوه جور شوه هر کاری که آدم میکنه خود باشه کلان باشه رزق پذیر باید باشه یعنی از امو فایده خود میگذرم و نمیمانم که امی موضوع کلان شوه به خاطر که باز امو گپ کلان شوه می صمیمیت و تمام چیزات بین میره او امی کتابایی که ما خواندیم و مطالعه کردیم امی تاثیرات بالای ما گذاشته که ما بتونم یک شونزا باشه رو کنترل کنم و نفر قناعت بتونم نفر مقابله که یعنی خودسری خود حفظ کنه و زود تصمیم نگیرم. جوانا باید همیشه مطالعه داشته باشه به خاطری که مثلا شخصیت خودانه رشد بتن و اینا باید مطالعه داشته باشیم. راز موفقیت ما است که باید هر مشکلی که پیش بیاد باید صبر و حوصله داشته باشیم و نباید زود قضاوت کنیم و باید گپ همون نفرم که بر ما گفته بده باید امورم گوش کنیم و دوباره سرش تصمیم بگیریم که این جمع اشتباه کردیم یا اونا. پیام ما به تمام خانم هایی است که همیشه موفق باشم و پای خود ایستاد شود. ما می دختر خانما آینده سازای کشور هستیم ما باید کوشش کنیم که می وطن خودمان آباد بسازیم و کار نکنیم که باعث پسرفت جامعه شویم. ما باید کار کنیم که جامعه پیشرفت کنه افغانستان آباد شود روز به روز ترقی و پیشرفت داشته باشه. درنو اوریدونکو او لیدونکو دا و زموږ نننۍ خپرونه ده چې تر بلې خپرونې مو بیا په خدمت کې حاضرېږو تاسو په لویه بخښنه کې خدای سپارو الله مو مل شه.